با سلام خدمت دوستان عزیز. من امروز یک سوال ویژه دارم از آقا اسد عزیز. میخوام برای ما یه توضیح بدم با توجه به اینکه مخاطبین زیادی هستن که دوست دارن وارد این بیزنس بشن و خب بالای 50 سال سن دارن و نگران هستن که ممکنه توی این بیزنس نتونن پیشرفت کنن و به موفقیت برسن. من از آقا اسد عزیز میخوام یه توضیح بدید که شما خودتون چطور وارد این بیزنس شدید، با توجه به اینکه بیزنس آفلاین خودتون رو داشتید، بازنشسته هستید و الان هم من میدونم که یکی از افراد بسیار موفق توی این بیزنس هستید. اگه میشه یه توضیح برای دوستان بدید که اونا هم متوجه این قضیه بشن، ممنون میشم. ناز عزیز، با سلام و سپاس از محبتی که نسبت من داری. ممنونم ازت. اما در رابطه سوالی که کردی، من بخوام به طور بسیار خلاصه و کوتاه اگه بخوام بهت بگم، من زمانی که بیزنس شروع کردم تازه بازنشسته شده بودم، یعنی 65 سال خورده داشتم که فکر کنم یه دریافتی 4 و 5 بازنشستگی رو گرفته بودم. وقتی نگاه به اون مبلغ می‌کردم دیدم که این با این پولی که من دریافت می‌کنم از بازنشستگی کفاف واقعا هزینه زندگی منو نمیده. با وجود اینکه من بیزنس آفلاین خودم داشتم و هنوزم دارم، باز میدونی که اینقدر هزینه سرسام آوره که در سال‌های آینده مطمئنا بیشتر هم خواهد شد. خب به این فکر شدم که برای ادامه زندگی در این سن بهتره که دنبال یک کار دوم باشم که بتونم اولا برای خودم کار بکنم، در ثانیه از خونه باشه و زمان کمتر براش بذارم. تا اینکه با این بیزینس آشنا شدم و دیدم که برای بررسی کردن چیزی که من واقعا دوست دارم و میخوام انجام بدم. وقتی زمانی که من این کار شروع کردم، رفته که رفتم دیدم که چقدر من انتخاب درستی کردم. حالا برای چی؟ مثلا سن رو مطرح میکنی. ببین شما رو صحبت 50 سال میکنی، حالا من دارم صحبت خودم میکنم که الان بالای 66 سال سن دارم. شرایط سنی مسلما برای مسائل بیزینسی خب یه مقداری در بیزنس های مختلف فرق میکنه. در بیزنس آفلاین وقتی شما کار میکنی برای خودت، وقتی سنت میره بالا دیگه یواش یواش اون حوصله قبلی رو نیستی، جوانتر نیستی، با کوچکترین چیزی از کوره در میری، دیگه حوصله سری کار زدن با مشتری رو نداری و سعی میکنی یواش یواش که تعدیل کنی بشینی خونه. در بیزنس های آنلاین هم مثلا میگم سیستم MLM همین مسئله هستش. شما وقتی سنت بالاست خب مثلا میدونی که باید قرض فروش کالا در اون سیستم بکنی، با مشتری سر کله بزنی، انبارداری بکنی. یه روز صبح از خواب بلند میشی میبینی که یک شخص اومده با سرمایه خیلی بیشتری همون کالا رو خریده و در بازار داره به قیمت خیلی ارزان‌تر تو میفروشه. اون موقع است دیگه همه چیز به هم میرسه. اگه سنت بالا باشه تحمل این چیزا رو نداری و خیلی زود فکر کنم بیای و تعطیل کنی، دیگه اون کار انجام ندی. اما در بیزنسی که ما انجام میدیم که من خودم یک شاهدان عینی هستم که اینو کاملا با پوست و استخوانم لمس کردم. من وقتی که بیزنس شروع کردم خودم متوجه شدم که چقدر اندازه شخصیتی فرق کردم. متوجه شدم که چقدر به من کمک کرده که بتونم خودم رو بهتر بشناسم. اون قابلیتی که درون من بوده رو از من آورده بیرون، به من نشون داده. به خودم میگم واو، پس من این کارا رو میتونستم بکنم، نکردم. اصلا هم به شرایط سنی خودم نگاه نکردم. چرا؟ برای اینکه من هدف داشتم و به خاطر هدفم پیش اومدم و این موفقیتی که الان دارم کسب میکنم و دارم جلو میرم فقط به خاطر اون هدفم بوده که هدفم بود در مقابل چشم گذاشتم و دنبالش را افتادم. من وقتی که شروع کردم هیچ گونه آگاهی از مسائل علم مارکتینگ نداشتم، تولید محتوا نمی‌تونستم بکنم. من فقط تنها کاری که می‌کردم می‌رفتم تو یوتیوب یک ویدیوی فنی رو نگاه می‌کردم. آشنا کاری فنی هستم، مکانیکی، نقاشی، نمیدونم تعمیرات خونه، اینطور چیزا رو نگاه می‌کردم و برای خودم می‌بودم کار می‌کردم که خونه بتونم سرم گرم کنم. حتی من فیسبوکم و به اون صورت فعال نبود، کار نمی‌کردم. اینستاگرام اصلا نمی‌دونستم چجوری باید استفاده بکنم. اما وقتی که این سیستم با اون پکیج بسیار عالیش به من آموزش داد که چجوری میتونم از تمام پلتفرم‌های مختلف، از اون لایه‌های زیریش من بتونم کسب درآمد بکنم، دنیای من عوض شد. واقعا دیگه اون حس 65 سالگی در من از بین رفت. خودم خیلی جوان‌تر حس میکنم، برای اینکه وقتی میبینم منم میتونم مثل سایرون از این فرصت استفاده بکنم، میتونم یاد بگیرم و اصلا شرط سنی جلوی من رو نگرفت.
پس دوستان من، هر کسی میخواد وارد بیزنس بشه به سنش نگاه نکنه، به هدفش نگاه بکنه، به خواستش نگاه بکنه، با اراده بیاد جلو. مطمئن باشید که هیچ کس مثل خودتون نمیتونه خودش رو بشناسه. خود شما هستید که میتونید خودتون کار بکنید، تصمیم بگیرید، یاد بگیرید و کار رو انجام بدید. هیچ وقت نذارید که سن مانع پیشرفت شما در هیچ کاری بشه. در هر شرایط سنی هستید عزیز من، این کار به درد شما میخوره. همچنین که از خوبیایی که بیزنس برای من داشته، آشنایی با هزاران همکار خوب من در سراسر دنیاست که دست به دست میدیم، به همدیگه کمک میکنیم بدون اینکه هیچ رقابتی بین ما باشه و همکاری بسیار نزدیکی با همدیگه داریم. و این باز به من خیلی دلخوشی میده، به من شادی میده، به من انرژی میده که بتونم قدم‌هامو محکم‌تر بردارم. امیدوارم که در این فرصت کوتاه الناز جان داشته باشم جواب سوالتو بدم و دعوت میکنم عزیزان رو که به قول معروف پا بیش بذارم و بیان به ما جوین بشن. ممنونم از تو که نن در کنار خودت داشتی. مرسی.